برای زنان مؤمن بگو چشمهای خیش را پایان اندازند، دامان خود را پاک نگه دارند و زینت خود را جلوه ندهند بجز آنچه از آن به طور عادی نمایان است، و باید ایشان چادرهای خیش را بر گریبان خود اندازند و زینت خیش را جلوه ندهند مگر به شوهران خیش یا پدران خیش یا پدران شوهران خیش یا پسران خیش یا پسران شوهران خیش یا برادران خیش یا پسران برادران خیش یا پسران خواهران خیش یا زنان همکیش خیش یا بردگان خیش یا خدمتگاران مردی که تمایلات شهوانی ندارند یا اطفالی که هنوز احساس جنسی در آنها بیدار نشده است، پاهای خود را در هنگام راه رفتن طوری به زمین نزنند که از زینت خیش آنچه را پنهان نگه می دارند آشکار شود، و همه به سوی خدا رو آورید ای مؤمنان تا باشد که رستگار شوید.